فیلم دزد دوچرخه ماجرای مردیه که در اوج رکود اقتصادی و قحطی پس از جنگ جهانی دوم در ایتالیا تنها داراییش رو به گرو میذاره تا بتونه دوچرخه‌شو آزاد کنه. در همون روز اول کاریش دوچرخه‌شو میدزدن و اون به جستجوی دوچرخه‌اش در شهر میپردازه. این فیلم ساخته ویتوریو دسیکا یکی از برجسته‌ترین آثار جنبش نئورئالیسم ایتالیاست. دسیکا در این فیلم از نابازیگران، لوکیشن‌های طبیعی و داستانی ساده اما عمیق استفاده کرده تا تصویری واقعی و ملموس از جامعه بحران‌زده ایتالیا پس از سقوط رژیم فاشیستی موسولینی ارائه بده. دزد دوچرخه نشان دهنده تلاش انسان عادی برای بقا و جستجوی معنا در دنیاییه که هویت افراد در گرو داشتن یا نداشتن یک شوق خلاصه میشه. به تحلیل فیلم دزد دوچرخه خوش اومدین. میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم که اجزای این فیلم رو بهتر بشناسیم و ببینیم که چه حرفی این تصاویر با ما میزنن. هیچ چیز اتفاقی داخل این فیلم نمیفته و در رابطه با ایدئولوژی صحبت میکنه که ما همین الان هم باهاش درگیریم. در رابطه با هویت و عدم هویت انسان‌ها میپردازه و واکاوی میکنه که جامعه چطور بی‌تفاوت نسبت به انسانایی که دور و اطرافشن و چطور میتونه این شکاف طبقاتی مشکلات رو ایجاد کنه. ما اول فیلم اتوبوس رو میبینیم. اتوبوس نماد عصر اتومبیله. در جامعه‌ای که در اون ابزار به ویژه وسایل نقلیه جایگاه انسان رو تعیین میکنن، انسان مدرن هویتش رو نه از خودش بلکه از داشتن به دست میاره. اتومبیل در این فیلم نماد قدرت، ثروت و ساختار سلطه است. تقابل و حضور مکرر این وسایل یادآور سلطه، داشتن بر بودن و از خود بیگانگی انسان مدرنه. خب اینجا نگاه کنین، اتوبوس وای میسه و یه تعدادی آدم منتظر هستن، تعدادی آدم که دنبال جایگاه هستن و دارن انتظار میکشن تا این اتوبوس برسه و به این اتوبوس نزدیک میشن. فردی از این اتوبوس خارج میشه و بقیه دنبالش میکنه. محل قرارگیری این فردی که از اتوبوس خارج میشه نشون میده که با فاصله از دیگران هستن و دیگران پشت سر اون دارن حرکت میکنن. تا اینجا این فیلم این ایدئولوژی رو داره به ما میگه که اختلاف طبقاتی بین انسان‌ها وجود داره توی جامعه‌ای که انقلاب صنعتی اتفاق افتاده و انسان‌ها امید این داشتن که به تولیدات بیشتر دست پیدا بکنن و به رفاه بیشتری دست پیدا بکنن و اختلاف طبقاتی از بین بره. اما ماحصلش چی شده؟ ماحصلش این شده فردی که جایگاه بالاتری داره جلوتر قرار داره و بقیه پشت سر اون هستن و این تصاویر رو اگر که دنبال کنیم افراد رو از پشت سر نشون میده و همینجا داره به این نکته میپردازه که تصاویری که از پشت سر افراد گرفته میشه و چهره اونا مشخص نمیشه به این میپردازه که این اشخاص فاقد هویت هستن و بحران هویت از اینجا نشون میده و این افرادی که به صورت عمده و گروهی دارن این فرد رو دنبال میکنن به این پله میرسن و اگر دقت کنید این مسیر تنگ میشه و این افراد از این مسیر تنگ با همدیگه رقابت میکنن که برن بالا و دارن در واقع جایگاه اجتماعیشون رو میبرن بالاتر و نشون داده میشه برای اینکه جایگاه اجتماعیشون رو ببرن بالا نیازه که مسیر تنگی رو ازش عبور کنن و رقابت وجود داره برای به دست آوردن جایگاه. این تصویر قطع نمیشه و بلافاصله اینا که میرن بالا دوباره بر میگردن و نشون میده که این رفتن به بالا و جایگاه پیدا کردن ثباتی درش وجود نداره. اگر که دقت کنیم معماری این ساختمون به گونه‌ایه که اشکال هندسی رو میبینیم که باز نشون میده که این ساختمون یک ساختمون بیروحیه و ساختمان مدرنی. شروع این فیلم خیلی تاثیرگذاره چون که اولین کلمه‌ای که گفته میشه اسم ریچی قهرمان داستانه. پس با اولین کلمه وقت ما رو هدر نمیده، وقت بیننده رو هدر نمیده و به داستان میپردازه. یکی از شاخصهایی که توی این فیلم رعایت میشه و توی بیانیه نئورئالیسم برای سینما ارائه میشه
اینه که افراد محاصره مکان هستن و نسبت این فرد رو با ساختمون در نظر بگیریم خیلی کوچیکه و نشون میده که این فرد اسیر اطرافشه، یعنی اسیر اون محیط شهری که داخلش هستیم هست. باز چه اطلاعاتی داخل این نما وجود داره؟ اطلاعات خیلی مهمی رو داره به ما میگه که باز با فلسفه فیلم در ارتباطه. فلسفه فیلم در رابطه با اختلاف طبقاتی داره صحبت میکنه. اینجا ما تصویری رو که این فرد اینجا ایستاده و یک ساختمان دولتی رو داریم میبینیم. در پنجره این ساختمان گل و گیاه وجود داره، اما پشتش ساختمانی وجود داره که خبری از گل و گیاه نیست. مردمش اختلاف طبقاتی پایینی دارن و چون که مسئله بقا و سیر بودن شکمشون مطرحه، ذهنشون به این نمیپردازه که بخوان به گل و گیاه بپردازن و اینجا رو با گل و گیاه پر کنن و عمدتاً با لباسهایی که گذاشتن برای خوش شدن. همونطور که گفتم مردها توی ابتدای فیلم نشون داده میشه که توی فکر به دست آوردن کار هستن و زنها نمادی از استواری و گذران زندگی هستن و اینجا داریم ببینیم که این زن داره در حال بردن آب از این شیر آبه و با اینکه زندگی توی شرایط سختیه، اما اینها با انجام مسئولیتایی که دارن به عنوان نقش زن ستون جلو برنده زندگی رو دارن. خب سوالی که برای من به وجود اومد، چرا ریچی دور از جمع نشه؟ با این زبان بدنی که داره، دستش رو روی زمین گذاشته و تکیه کرده به زمین و واقعا ناامید، نای بلند شدن هم نداره. علت این که دور از جامعه افتاده چیه؟ یکی از علتهای مهمی که من بهش پی بردم از تصاویر اینه که این فرد افسرده است. یکی از علتهایی که میتونیم پی ببریم که به این وضع دچار شده میتونه این باشه که بارها و بارها رفته توی اون صف و اسمش خونده نشده، بارها و بارها تلاش کرده و نتونسته کار بگیره و این باعث شده که ذهنش بیاموزه که امیدش رو از دست بده و امیدی توی این جامعه نداره. به خاطر همین افسرده و دورافتاده از جمع اینجا نشسته. خب محل قرارگیری بقیه رو که توضیح دادیم که دارای جایگاه اجتماعی پایینتری هستن و از پشت سر دارن تصویرشون رو میگیرن و ما چهرهشون رو نمیبینیم. عدم بی‌هویتی این افرادی رو داره نشون میده که منتظر کار هستن، یعنی جامعه برای اینا هویتی قائل نیست. ریچی که کار براش پیشنهاد شده از این پله اومده بالاتر، جایگاه متوسطی داره و باز فردی که این کار رو داره به ریچی میده جایگاهش بالاتر از همه است. با اینکه جایگاه تصمیم گیرنده‌ای داره، اما می‌بینیم بک‌گراندش بازم ساختمونه و سمت راستش اون اشکال هندسی هست و این نشون میده فردیه که توی سیستم اداری اسیره. ساختار جامعه است که اینو بالاتر از ریچی نشون داده و ریچی رو بالاتر از بقیه نشون داده. این ساختاریه که تفکر جامعه باعثش شده که این اتفاق بیفته و ما شاید بگیم که این یه چیز عادیه. چرا چیز عادیه؟ چون که بارها و بارها در رابطه باهاش صحبت شده. به ما گفته شده اون ساختاری که جامعه به ما پیشنهاد میده ساختار درستیه و نیاز ما به قوانین احترام بذاریم، اما همین ساختمان، همین ساختار اداری این اختلاف طبقاتی رو به وجود میاره و جایگاه انسان دیگه انسان بودنش نیست. نکته دیگه که توی این تصویر میخوام بهش اشاره بکنم محل قرارگیری اونه که توی شیب پله هستن. یعنی ریچی با اینکه جایگاه اجتماعیش بالا اومده، اما این شیب داره نشون میده که جایگاه اجتماعیش اونقدر بالا نیست که بخواد اطمینان حاصل بکنه و بالای پله باشه و در شیبه و امکان داره که بیاد پایین‌تر. وقتی میاد پایین باز با دیگران یکی میشه. زمانی که میگه من دوچرخه ندارم، یعنی باز اون جایگاه اجتماعیش که بالا رفته بود اینجا تزلزل پیدا میکنه و میاد پایین‌تر. خب اینجا داره به اهمیت کار اشاره میکنه. ریچی کارو به دست آورده، اما افرادی که اونجا هستن میگن که به دلیل اینکه ریچی دوچرخه نداره میگه کارو بدین به من. ما اینو باید در نظر بگیریم. توی اون زمان به دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم دچار رکود اقتصادی و تورم شدید بوده ایتالیا،
کارهای ساده مثل اعلام چسبونی و کارهای بنایی متقاضی زیاد داشته. وقتی ریشی رو میبینیم و اون کار رو گرفته و میخواد مسیرش رو ادامه بده، بک‌گراندش رو میبینیم که ساختمونه، که این ساختمون باز نشون میده که ذهن ریچی آشفته است و باز هم اسیر و زندان اون محیط خودشه. المان‌هایی مانند اتوبوس، ساختمان و رقابت برای گرفتن شغل نشون میده که عوارض مدرن شدن جامعه این نتیجه رو داره که انسان هویتش به اینه که نقشی در سیستم ایفا بکنه. گویی اگر سیستم او را نبیند، او بی هویت و بی ارزش است. شما فکر میکنید اگر امروز بخوایم موقعیت اجتماعی داشته باشیم، باید تو چه رقابت‌هایی شرکت کنیم؟ و مهمتر از اون، این رقابت‌ها رو چه سیستمی طراحی کرده؟